این هفته در لایومون همراه خانم دکتر یزدی کریمی هستیم که ایشون از بزرگان صنعت ما هستن با سابقه بیش از 30 سال و من خوش آمد میگم، خیر مقدم میگم آمدن ایشون. البته ما از اولین لایوی که داشتیم با آقای دکتر مهاجر ذکر خیر ایشون بود و من همونجا ایشون رو صدا کردم، تماس گرفتم با ایشون که گفتم که تشریف بیارن، ولی متاسفانه یه کسالتی داشتن که نتونستن بیان. حالا راجع به کسالتشون هم خودشون توضیح میدن انشالله. و بالاخره من موفق شدم با اصرار زیاد ایشون رو دعوت کنم و ایشون پذیرفتن. دوست دارم که از تجربیاتشون، از زندگیشون ما رو بهره مند بکنن. خانم دکتر کریمی، من قبلا در شرکت داروسازی مینو باشون آشنا شدم با یه واسطی از دوستان. بعد متوجه شدم تو این چند روز که با هم صحبت میکردیم از شاگردای آقای دکتر شفیعی، مرحوم شفیعی دانشگاه تهران بودن، دانشگاه داروسازی. بله. و الانم در یک شرکتی هستن که تولید محصولات غذایی و دارویی در اون دو زمینه کار میکنن تا اونجایی که من میدونم، به اسم اهدا دارو، که الانم دعوتشون کردم که بیان، ولی نمیدونم چرا ظاهرا آقای دکتر خاکسار خوش آمد میگم و هم دوستان دیگه که تشریف آوردن. امیدوارم که خانم دکترم هر زودتر بیان به لایو ما ملحق بشن، چون که خیلی جالب هست هم کارهایی که کردن، هم روال پیشرفتی که داشتن در طول مسیر داروسازی صنعتیشون، و خیلی دوست دارم که دوستان دیگه هم بهره مند بشن. مخصوصا اینکه نمیدونم، حالا شاید برای من خیلی جالب تر هست که خانوما مثلا تو این صنعت انقدر برجسته بشن و در عین حال ایشون خیلی متواضع هستن که میگم خیلی با سختی تونستیم ایشون رو به این لایو دعوت بکنیم. یک نکته که همیشه من ذکر خیر آقای دکتر شاهمیری رو میکنم در این لایو ها این هست که ایشون میگن که ما حالا به هر کجا که رسیدیم بخشش حالا بالا تلاش بوده، ولی بخش عمده‌ایش هم مال اتفاقات و شانس و اینا بوده و خیلی خوبه که دیگران رو در واقع منتفع بکنیم از این پیشرفتی که کردیم، کارهایی که بلدیم، تجربیاتی که داریم، که حالا میگن زکات علم نشر اونه. این هم یه بخشش هستش که من برای همین از ایشون خیلی خواهش کردم که تشریف بیارم و لطف کردم و پذیرفتن. من از همینجا دوباره یادآوری بکنم که آقای دکتر خاکسارم روز جمعه ساعت 14 کلاسی خواهند داشت در مورد همین دیتا اینتگریتی، مقدمات و مباحثی که حالا به صورت واقعا کلاسیک و با اسلاید خواهد بود. در همین صفحه لطف کردن به صورت رایگان برگزار میکنن. من از دوستان خواهش میکنم که حتما استفاده ببرن. دفعه قبل که در لایو گفتگوییمون بود، من فکر میکنم خیلی بحث علمی شد، حداقل خود من که خیلی استفاده کردم تشکر میکنم. به دوستان زیادی هم توصیه کردم که اون بحث رو ببینن. الان هم تو صفحه ضبط شده، سیو شده. دوستانی که میتونن ببینن، خیلی به نظرم مطالب جالب هست. ما رو از این حالتی که
هستیم حداقل ببینیم افقها کجا هستن. آیه دکتر شاهمیری که کار جالبی که به نظر من تو صنعت ایران انجام دادن همین بود که در واقع نشون بدن به صنعتی ما الان افق دورمون کجاست و چه کاری بایستی که بکنن. خود همین باعث شد که افراد صنعتی ما خودشو به نظر من البته بکشه جلو و همین الان به دکتر شاهمیری اسم لقب مرآت الصنایع رو دادم که در مثل آینه ای باشه که آدم نشون بده الان کجا هستین و دیدگاه کجا هست، کجا باید باشین. در اون صورت خود آدم اگه بدونه که من چقدر عقب هستم باعث میشه همین خودش یه پیشرفتی حاصل میشه. همینطور لازمه که اول همین گفتگومون پیش از گفتگو من تشکر بکنم از دوستان آزمایشگاه آدونیس که زحمت هماهنگی این برنامه ها رو ترتیب میدن که این برنامه لایو و همینطور برنامه کلاس ها با زحمت دوستان آزمایشگاه آدونیس هست. تشکر میکنم و همینطور از خانم دکترم اگر الان فکر کنم دوباره پیوستن دوباره دعوت میکنم که ملحق بشن به ما انشالله که این دفعه موفقیت آمیز باشه پیوستنشون. من به قول این منبر رو گرم کردم که ایشون تشریف بیارن، به امید خدا ببینیم که از فرمایشاتون بهره مند بشم، چون لایومون در صورت 1 ساعت هر چقدر که من صحبت بکنم وقت ایشون رو میگیرن. سلام آقای دکتر. سلام خانم. خوب هستین شما؟ سلامت متشکرم. تنظیمش میکنه. عجله نکنید، من حرفای پامنبری زیاد دارم، اگه خواستید میزنم. سلامت باشید. خلاص داشتم به خاطرات گذشته میرسیدم و اینکه ما اومدیم خدمت شما ما رو اونجا چیز دادین، به یه تونلی هدایت کردین، گفتین برین این تونل اونورش خیلی شیرینه. ما رو از در واقع شرکت داروسازی مینو فرستادیم به شرکت مینوی غذایی. اونجا همین تو هر مرحله که میرفتیم اجازه میدادن هر چقدر میخوایم برداریم. آدم پارتی شما بود یا اون موقع اصولا اینطوری بود. خلاصه داشتم به این جای بحث شیرین میرسیدم که شما تشریف آوردیم. در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم خودتون معرفی بفرمایید. خواهش میکنم. من حالا شما حتما قبلش معرفی کردید، من کریمی هستم، داروسازم. سال 64 دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدم. الان 30 سال که تو صنعت کار کردم، تو صنعت داروسازی کار میکردم. الان دیگه 30 سال دوم دارم شروع کردم دارم انجام میدم. بله، عمدم کارم تحقیقات بوده، تو زمین تحقیقات و آرندی و اینا کار میکردم. بسیار خانم دکتر، فقط من جسارتا موبایلتون دوباره روی خونه نباشه، روی دیتاست. آها، الان صدام خوب نیست؟ نه صدا خوبه، یه ذره تصویر محوه، نمیدونم چرا. خب پس اجازه الان درست شد فکر کنم. درست شد فکر کنم. آها، ببینید اگه درسته که نه درسته. آره فکر کنم درسته. آره خیلی خوب. خانم دکتر شما، من یادمه که اون موقع اون موقعی که من با شما آشنا بودم تو شرکت مینی بود. حالا اون تجربه اولتون بود یا قبلش هم سابقه ای دارید؟ من خواستم یه خورده بریم قبل که مرحوم دکتر شفیعی هم ذکر خیری بشه، حالا اگه حوصله نریم بریم از زمان تولد و محل تولد حداقل اونجا شروع کنیم. محل تولد که لهجه معلومه دیگه. خواهش رفسنجان به دنیا آمدم، ولی نه سفر اولم نبود. من قبلش یه دوره خیلی کوتاهی تو وزارت بهداشت خیلی کوتاه کار کردم، بعدش رفتم ایران هورمون، اونجا باز مسئول تحقیقات بودم. بعدش رفتم مینو هم از تحقیقات شروع کردیم، بعد کم کم مسئول فنی شدم و کم کم وضعیت مدیره و بعد دیگه اونجا کار کردم. از اونجا که اومدم بیرون اومدم دنبال کار خودم. چون من یادمه که بعد از شما ایدوت مهاجر که دوست من هستن، لایو اول تا ذکر خیر شما شد با حضور ایشون اونجا که بودن، من سراغ شما رو گرفتم. ایشون گفتن یه شرکت تولید پچ دارویی زدین شما، ولی امروز که صحبت میکردم میگفتین نه ما پوست پسته کار میکنم. من خیلی درست نفهمیدم کدوم به کدوم بود بالاخره. نه بالاخره یه سری کارهایی که اومدم بیرون شروع کردم دنبالش بودم ببینم که بالاخره چه کاری میشه کرد. خیلی علاقه داشتم برای تو زمینه. خب تصویر کاملا خراب شد دوباره. تلفنم زنگ زد. میخواین ببینین که اون مال دیتا هست یا نه، یا این رو دیتا هست فقط یا نه؟
چون بعد از اون که رفتین رو دیتا درست شد فکر کنم، رفتین رو مخابرات ایران. خب من صحبتم با خانم دکتر قطع شد. من تا اونجا که میدونم ایشون کار رو شروع کردن، پچ دارویی، ولی موفق نشدن که با پچ رو تولید بکنن. ولی حالا به خیر مقدم میگم خدمت خانم دکتر محمودزاده شرکت البرزارو هم خیر مقدم میگم، خوش آمدن. این هفته هم تو به ما کمک کردن که کویز این هفته هم در واقع پاسخشو ایشون تهیه کرده بودن که شکل آکسار هست که یا هم آسا، که توضیح دادن که چطور این شکل دارویی چرا بایستی که به شکل دولاییه باشه، که آسپرین رو فرموده بودن که بایستی که جدا از اجزای دیگه بذاریم تا احیانا باعث هیدرولیز و تخریب اجزای دیگه نشه. ولی خب همونطور که میدونین این یکی از دلایلی که یک شکل قرص رو ممکنه دولاییه بکنن. یه شکل دیگه‌اش هم همون مثلا داروی زولپیدم دولاییه هستش که اون یه لایش آهسته رایشه و یه لایش معمولیه، اون شکلی که در واقع FDA ایران تایید کرده و دلایل دیگه هم ممکنه داشته بود. بنابراین اون که آهسته رهش و معمولی هست باعث میشه که دارو کلا به شکل آهسته رهش در بیاد، یعنی یه دوز سریع الاثر داره که در خون غلظت بالاتر میبره و یه دوز آهسته رهش که به تدریج باعث میشه که این غلظت در خون ثابت بمونه، یعنی به این شکل آهسته رهش هستش که هر دوتا توی یک دوز گنجونده شده. خدمت های دکتر ازانی هم خیر مقدم عرض میکنم، تشریف آوردن. یه لحظه ارتباطون با خانم دکتر قطع شد، انشالله که دوباره سریعتر وصل بشه. کار خانم دکتر من راستش بخواین میگن که توضیح بدین، آیه دکتر ربانی هم سلام عرض میکنم. کار خانم دکتر قدیم که خب در حوزه تحقیقات و محصول فنی مینو، تحقیقات ایران هورمون و غیره بودن، چندین کارخونه. ولی الان یه کارخونه خودشون تأسیس کردن و الان تو صنعت غذایی تا جایی که من میدونم کار میکنن، در واقع دمنوش و اینها کار میکنن. به علاوه این که تو این صنعت در واقع میتونه داروهای با استویا هم ایشون تولید میکنن الان، که اون هم حالا از توضیحات بیشتر خودشون میدم، من خیلی تو اون زمینه اطلاعاتی ندارم. آقای مهندس اساسی هم سلام عرض میکنم که ایشون هم از افرادی هستن که توی صنعت خیلی فعال هستن، فعالیتشون هم خیلی من دوست دارم که تا هر فرمول و اینهایی هست معمولا کمک میکنن که به نحو بهینه تولید و عرضه بشه. سلام مجدد عرض می‌کنم. خوب شما؟ نه اختیار نه، الان دیگه عالی شد. نه الان عالی شد، خیلی هم خوب. مرسی. در خدمتتون. حالا من راستش از من یکی از دوستان پرسیده بود که خانم دکتر الان چی کار میکنن؟ من گفتم تا اونجایی که من میدونم تو زمینه مواد غذایی کار میکنن. حالا نمیدونم میشه حالا یه خودتون این زمینه رو توضیح بدین که بدونن. چون بله الان یه مقداری دیگه میگم که هم شما فرمودید یه سری کارهای سعی کردیم تو زمینه‌ها مختلف بریم، بالاخره یک جایی یک کار مفیدی که بالاخره با توجه به تجربه که تو صنعت داشتم و بالاخره کار تحقیقات کرده بودم، دلم می‌خواست یک کار مفیدی انجام بدم. روی حساب حالا کارا مختلف تجربه کردیم دیگه، آخرش رسیدیم با توجه به جمعی جهات رو بیشتر فعلا زمین کاریمون بیشتر یه کار کوچولوی شروع کردیم، یه کارخونه است که حالا فعلا تو زمین مواد غذاییه ولی رو مکملام داریم کار میکنیم. یه سری پروانه گرفتیم برای مکملای دارویی، آدامسای دارویی، یا در حال صدور پروانه است یا داریم گرفتیم بعضی پروانه ها رو. مجموعاً کارم فعلا این طریقه. آدامس دارویی یعنی چی خانم دکتر؟ من اینو
چون یعنی آدامس یادم مثلا گفتین ولی من حافظم ضعیفش، ببخشید. آدامس مثلا مثل آدامس ویتامین د مثلا که آها. حالا برای پیشگیری، حالا به عنوان درمان نه ولی به عنوان پیشگیری میگه میزان ویتامین د داره. یا بعضی آدامس حالا تو زمین، حالا تو گیاهان دارویی، عصاره‌های گیاهان دارویی توشه یا چیزای مختلف. حالا به عنوان مثال من آدامس ویتامین د. این استویا رو من شنیدم که تو سایتتون خیلی از استویا تبلیغ میکنه. این چه مزیتی داره، چه چیزی داره که این استویا هی میگن جدیدن؟ استویا خب یه شیرین کننده ایه که طبیعت برگ گیاه استویا ربودیانا گرفته میشه. این خب سالها تو امریکا لاتین استفاده میشده به عنوان شیرین کننده، ولی از سال 2008 FDA اپروو کرده به عنوان افزودنی تو غذا و حالا داروها بتون استفاده بشه. عصاره‌اش البته هنوز خود برگش تایید نشده، ولی عصاره‌اش تایید شده که به عنوان افزودنی تو گیاه، تو مواد غذایی و دارویی استفاده بشه. شیرین کننده بدون کالری 200-300 برابر شیرین تر از شکره. تو خیلی جای دنیا واقعا مصرفش داره روز به روز زیادتر میشه به جای قند، به جای شکر. بیا مثلا اندکس گلیسمیک پایین، یعنی نداره، پایین نسبت به شکر، قند بالا نمیبره. خیلی مزایا داره برای کسایی که رژیم میخوان بگیرن، مناسب، خیلی مناسبه چون کالری نداره. این دمنوش بود اگه اشتباه نکنم محصولات شما، این دمنوشی که مثلا استویا داره؟ نه، تو دمنوش هم استویا نیست. دمنوش استویا رو به صورت پودر، به صورت شیرین کننده های به صورت قرص و خوشبو کننده های دهان بدون کالری، آدامس های بدون کالری که شکر توش نیست با استویا تولید میشه. استویا رو اینجاها استفاده میکنه، خودش به صورت پودر جایگزین شکر تولید میشه، هم به صورت ساچه هم تو قوطی‌ها. یعنی تو دمنوشاتون نیست؟ اگه میدونستم میخواین این سوالا رو بکنید من محصولات رو آورده بودم نمیدونستم سوالاتون توی این زمینه هست. الان یه نفر خانم دکتر محمود زاده از شرکت البرزالو میگن که فکر کنم همکلاسی ما میگن مزیت استویا به سوکرالوز چیه. حالا این من راستش من جسارتی هم میکنم این نوشته های پایین پاک نمیکنم، هر کدوم شما دوست داشتین خودتون جواب بدین، حالا چون معمولا بعداً دیگه افراد فرصت نمیکنن جواب بدن. حالا خب طبیعیه، عوارض شیرین کننده های چیزو به حساب سنتتیک نداره، خیلی عوارض خیلی کمی داره. البته خب شما همه داروسازی میدونید اصولا هیچی مصرف زیاد از حدش خوب نیست، استویا مستثنا نیست، ولی نسبت به شکر فوق العاده است برای اینکه کالری نداره، ولی نسبت به شیرین کننده های سنتتیک هم خب بسیاری عوارض اونا رو اصلا نداره و سالها تو میگم امریکای جنوبی استفاده میشده و به صورت سنتی مردم استفاده میکردن از این شیرین کننده. محصولات شما رو فکر کنم لزومی نداشت که آقای رضا کیانی رو دیده بودیم دستش میگیره رو تابلوهاش، هم فکر کنم مدل محصولات شماست. حالا بله خب اونا با ما فرق داره شاید یه چیزی نمیدونم. حالا یه بار حالا من برای اینکه دوستان آشنا بشن یه بار فرمودید که نحوه فروش اونا فرق داره، میتونین اونو یه ذره توضیح بدین؟ چون منم راستش یه بار رفتم بانک دیدم که دو تا خانم وایسادن ولی قشنگ نوبت گرفتن تو بانک و رفتم با اون آقایی که باجه است به جای پول بگیرن براش از این توضیح دادن که این محصولای ما چقدر خوبه. این چون ما راستش بخواید هر چقدر داروسازی بلد باشین احساس میکنم که من راستش بخواید خودم این محصول کوچیکی تولید کردم، بعدش فهمیدم که تولید نصف عملا کاره، بعدش اون فروشه انگار یه چیز مهمتریه. دقیقاً درسته، دقیقاً همینطور. بله اونا روش فروششون نتورک یعنی شبکه‌ای تولید فروش میره جنساشون. حالا این نتورک هم خودش یه سیستم خیلی مفصلی داره که جا توضیحش فکر کنم اینجا نیست، یعنی بخوایم توضیح بدیم این روش فروش سنتی رو ندارن. یه سری شاید به صورت یه شبکه تو سرتاسر کشور اینا نیرو دارن که جنسا رو مثلا یه چیزی مثل گلد کوست مثلا یه همچین شکلی سراشون هی شاخه شاخه میشه تا آخر، بعد هر کدوم یه نسبتی یه سودی از این محصول میبرن. خیلی مفصل سیستمشون اونا. یعنی عملا محصولشون پس تو مغازه نمیتونی مال اونا رو پیدا کنی؟ نه اونا تو ولی مال شما رو میتونی؟
انشاءالله میتونید. بله مرسی، یه سری دست شما در مرسی. خب من یادم توی یک کلاس ما یه سری کلاس آنلاین داشتیم تا همین ماه گذشته که با اجازه شما عکس کتاب شما رو منتشر پخش کردیم که شما خودتون یعنی با HPLC و اینا کار میکردین قدیم. بله اینو بله من چون کارم از اول تحقیقات بود، خب اولین کاری که شروع کردم کارم با HPLC کار میکردیم. HPLC هم خب ما تو دانشگاه با وجودی با دکتر شفیعی خب روش دستگاهی خونده بودیم، ولی عملا کار با HPLC رو بلد نبودم دیگه که چطوری چی کار میکنه، چطور ستون انتخاب میشه، حلال چطور انتخاب میشه. بالاخره هیچ کدوم بلد نبودم، مجبور شدم هی برم رفرنس ها رو خوندم، مطالعه کردم، کم کم شد یه جزوه. بعد دیگه میشه به صورت یه کتاب کوچیک منتشرش کرد که اون موقع خب مثل الان اینترنت و این چیزا در دسترس نبود. اون موقع ما شروع کردیم، خب کتابی بود که برای خیلی‌ها که می‌خواستن HPLC کار کنن چیزای کلیدی توش بود که اطلاعات کاربردی که بتونن یاد بگیرن که چطور با HPLC کار کنن. چون منم خاطرم هست که با دکتر کرباسی یه بار معرفی کردم اومدن خدمت شما، کتاب اشتباه نکنم یه دونه گرفتم برای مرکز تحقیقات داروپخش بردم. حالا آره کتاب دم دستون هستش یا نیستش که بسیار خب. این از اون خاطرات زمان دانشجوییتون هم میتونیم بگیم با دکتر فرمودیم با خانم دکتر ضیایی‌فر و دکتر کرباسی و دکتر شفیعی اینا هم آزمایشگاهی بودین نه؟ این حالا یادم نیست که دوستانی که دقیقاً کیا بودن تو آزمایشگاه و هر کدوم تزاشون کجا گذروندن، ولی من خودم با دکتر شفیعی بود. بله دکتر کرباسی هم فکر کنم با دکتر شفیعی تز داشتن، ولی نمیدونم یادم نیست آخرش. ببین یه چیزایی نپرسید که بالاخره حوادث شناسنامه را فکرشو بکنید. اختیار داریم. حالا یه چیزی که دکتر نمیدونم شما دقت کردین یا نه، دکتر مهاجر از این دستورالعملای داخل شرکت مینو میگفتن که هنوز اون بالاش آرم ساندوز بود و مثلا چون مثلا من یادم راستش بخواین تا خیلی بعد از این که با شما کار بکنم و شما رو ببینم نمیدونستم SOP اصلا چیه، ولی ظاهرا اونا از قدیم این توی روالشون بوده مثلا این دستورالعمل‌های اجرایی و اینها. بله درست. حالا میخوام این درسته که اون بله چون ایشون مثلا بود خیلی هم بود، خیلی هم واقعا مفصل بود، ولی اون چیزی که ما شروع کردیم و زمانی که آقای دکتر مهاجر اومدن اونجا، آقای دکتر مهاجر از اون تازه اومدن اونجا، تازه اولین کارشون فکر میکنم بود اونجا یا به هر حال چیز، ولی خیلی جوان فعال و پرکاری بودن و خیلی کار بلد بود. خب خیلی اینا رو بله ایشون واقعا کمک بزرگی کردن مجموعه. من اون موقع مسئول فنی بودم، باید این داکیومنت ها رو آماده میکردم برای وزارت بهداشت. خب ایشون خیلی کمک بود تو کار، یعنی در اصل ایشون این کار رو میکرد. اختیار دارین. درست. خب این یه دوباره برگردم سر اون چیزی که خاطره که من گفتم، این چجوری بود که یه گفتین برو اون تونله اونور به ما خوراکی و اینا میدادن، این تونله هنوزم هست دیگه خبر ندارین شما؟ نه هست، به هر حال بین دو تا قسمت غذایی دارویی مینو چند تا کارخونه است. آقای خسروشاهی، مرحوم خسروشاهی، برای اینکه بین این دو تا یه ارتباط ایجاد کنه یه تونل زده بود بین دو تا زمین دارویی و غذایی. افراد نیروها خب از اون طریق با هم ارتباط داشتن. به هر حال قسمت اداری مالی اینا خب خیلیاش با هم یکی بود اوایل. من یه سوالی راستش همیشه برام پیش میاد که این نوشته بود آرایشی بهداشتی. این آرایشی بهداشتی دیگه کدومه؟ مثلا من محصولات من فقط دارو دیدم از مینو. نه دارو داشتن، گریپ میکسچر بهداشتی هم اون زمان مرحوم خسروشاهی که تحت لیسانس فکر کنم لانکوم اوریال اینا کار میکردن. بله بعدن که رفت و اونا دیگه داروهاشون هم که ساندوز بود منتها بعدن دیگه، ولی الان هنوز یه سری کرما شامپوها اینا تولید میکنه، مثلا کرم روزگاران شامپو بله اینا تولید میکنه الان. یه سری لوازم آرایشی تولید میکنه، ولی من نمیدونم الان از نظر فروش و اینا تو چه وضعیتی این
قطع شد صحبتمون اونجا که داشتین راجع به پوست پسته و پچ پوستی و اینا توضیح میدادی. من درست ارتباطش متوجه نشدم. اونو بله میشه اینو هیچ توضیح بدی؟ ارتباطی به هم نداره. من آه. خیلی دلم میخواست رو پچهای پوستی، برای اینکه یه تکنولوژی واقعا جدید بود تو ایران نبود، خیلی دلم میخواست کار کنم. منتها خب به هر حال به همین دلیلم نتونستم ادامهش بدم، برای اینکه خب چون دارو از طریق پوست باید جذب میشد، خب فرمولاسیون آسانی نداشت. مثلا من خودم کار فرمولاسیون خب تقریبا تا یه حد خوبی کار کرده بودم، تا یه حدی بلد بودم، ولی کار فرمولاسیون پچ کار من نبود. نتونستیم من کسی رو، البته خب چند جا مذاکره کردیم ولی نهایتا به نتیجه نرسیدیم، نتونستیم اونو تولید کنیم. با آمریکایی هم شاید مذاکره میکردین شما اون موقع؟ بله بله بله. مذاکره با آمریکا بس کار شما بوده، میگن کار کی بود نباید بکنید. بله یه شرکتی بود خیلی چیز بودن توی زمین پچ و پوستی و قرارم بود بیان کمک کنن. یه مذاکره اولیه که کرده بودیم ولی پشیمون شدن، حالا به دلیل همین مناسبات سیاسی نخواستن که ادامه بدم. من برای اینکه حالا خودم هم راستش بخوام بیشتر بدونم، این پچ پوستی همین پچایی که مثلا برای کمر درد میزنن یا اوناست که کوچولو میزنن روی پوست که مثلا داره؟ همه نوعاش هست. یه سری پچا مثلا پچای ضد بارداری، پچای فرض کن استروژن، پچ نیکوتین، اینا همه دارو، حالا هر چی دارو از طریق چی میخواد مسکن باشه هر چی باشه، دارو از طریق پوست جذب میشه. حالا فرمولاسیونش هم به صورتی که کم کم جذب میشه و یه زمان مشخصی رو طبق فرمولش رو پوست جذب خون میشه. چون من آسونی نداره. چون از دکتر مهاجم پرسیدم خانم دکتر کجا، گفتن ایشون یه شرکت پچ پوستی زدن. بعد که با خود شما رو زیارت کردم گفتین نه شرکت دارویی گیاهی زدم. بله دقیقاً همینطوره. خب این پوست رو من خودم، بله سوال کردید، پوست پسته رو من خب خیلی برای اینکه خودم به هر حال تو رفسنجان بودم و میدیدم که یه فصل پسته آلودگیایی که ایجاد میکنه پوست پسته تو فضای شهر و اینا، حالا که غیر از اونی که بحث محیط زیستی داشت، غیر از اون بالاخره خودش منجر به آلودگی آفلاتوکسین تو خود پسته هم میشه به یه شکلی، برای اینکه آلودگی های منتقل میشه. خیلی دلم میخواست روی این کار کنم و کارم کردم. ترکیبات خیلی زیادی از استخراج میشه به دست آورد، از جمله اسانس با ارزشی داره که قبل از اینم تو ایران کار شده. تو دانشگاه تهران میدونم چیزای زیادی هست، پایان‌نامه‌های زیادی هست، زیاد که نه، چند تا پایان‌نامه هست در این ارتباط. مثلا تانن ازش استخراج میشه، ترکیبات فنولی داره و من یه ترکیب خودم ازش استخراج کردم که قبلا یه رزین طبیعی که قبلا کسی روش کار نکرده و این رزین بسیار با ارزشه. رنگ ازش استخراج میشه، یعنی و علاوه بر اون حالا توفالش هم میشه به عنوان غذای دام استفاده کرد. یعنی این ترکیبات اگه استخراج بشه توفالش هم به عنوان غذای دام کاملا قابل استفاده است، چون کار کردن تو دام مصرف کرده و اثراتش دیدیم رو رشد حیوان. منتها حتی ترکیبات غذایی که تو اون فصل بین غذای دام اینا همه بررسی شد. منتها خب اونم یه کار خیلی بزرگه، کاریه که واقعا اگه سرمایه گذاری روش بشه، غیر اونی که ترکیبات با ارزشی ازش استخراج میشه، خیلی تعداد زیادی مشغول به کار میتونن بشن تو سطح شهر، حتی خارج از اون، و غیر از اون خیلی مشکلات محیط زیستی حل میشه. کار خیلی بزرگی با ارزشیه به نظرم. خب کاش که میشد که بودجه‌ای بود که این کار به این بزرگی رو انجامش بدیم. اینو چون تحقیقات دانشجوییتون بوده شما؟ نه من اینو بعد از که از مینو اومدم خودم برای خودم آزمایشگاه زدم، اونجا کار کردم روش. خب این روش ها اینا باید استخراج میشد، با فوتوگرافی تک تک اینا در میاد، بعد شناسایی هر کدوم از ترکیبات که چیا هستن اینا. خب کار علمیش انجام شده، ولی به هر حال اینکه باید مثلا به صورت یک کار بیاد وارد بازار بشه و اینا، نه. خب بودجه زیاد میخواد، بازار میخواد، بازارشو باید ببینیم. انشالله که یعنی واقعا جوونا اگه بخوام این کار انجام بدن، به هر حال من آمادگیشو دارم. جوان‌تر البته.
جوان‌ترا. بله جوان‌ترا، بله بله آمادگیشو دارم که کمک کنم بهشون بتونن اینو به سرانجام برسونن، ولی خب اونم مرسی. بودجه میخواد شاید کاره. البته خب خیلی وقتا چیزایی که خیلی مثلا ملی و اینها هست تو دولت یه کمک‌های چیزی بودجه‌های خاصی داره، ریاست جمهوری هست اینا. حالا این جوان‌ترا به قول شما خیلی هاشون این راه‌ها رو بلدن. دیروز یه شرکتی با من تماس گرفت، گفتم ما دانشجو هستیم در مشهد و یه شرکتی زدیم، محصولم الان داریم تو بازار. یعنی میخوام بگم انگار که این انرژی بعضی این جوان‌ترا خوب هستن، ولی خب گرچه حالا متاسفانه روی کار نشده. من اون موقع خیلی چیز بذات جهاد کشاورزی زیاد رفتم، با که در زمین پست اصلا کار میکنم، باید پستش و اینا خیلی جلسات داشتم. منتها نهایتا این منجر شد که هر وقت جلسه‌ای داشتن در مورد پست از من دعوت میکردن که برم تو جلسه. من که 2 جلسه رفتم و دیگه ادامه ندادم. حالا من حالا یه موضوع رو گفتم، شما قطع شده بودین، گفتم که شما ازتون دعوت کردم ولی گفتین کسالت دارین. اونم حالا میشه بگین چی شد؟ چون این دوره اون کسالت هست. خیلی برای من ناراحت کننده ولی جالب بود. حالا توضیح بدین چطور شده الان بهبودیتون به دست آوردین؟ بله الحمدلله خدا رو شکر. بله من حالا دیگه این بیماری الان دیگه اینجا همه جا شایعه، هر کسی هم دیگه دوره ممکنه به نامش بخوره. منم از اونها بودم به نامم خورد و این بیماری نوظهور رو منم مبتلا شدم. ولی خب خیلی بدجور بود یعنی افتادین یا مثلا؟ بله یه مقدار سخت شد برای من. خب بیمارستان خوابیدم یه دوره. بله دیگه خب 2 تا ریه‌ام درگیر شده بود، مجبور بودم از اکسیژن استفاده کنم. پس جدی بود. حالا خدا رو شکر دیگه ما لایو رسیدیم. دست شما مرسی. یادم فرمودین یه کلاسی هم رفتین در آمریکا، حالا نمیدونم اون کلاس هم میشه یه ذره توضیح بدین برامون چی بوده موضوعش؟ کلاس البته خب خیلی چیز میخواد، یعنی واقعا توضیح زیادی میخواد. حالا نه تو امریکا، حالا دوره شد که اینا گروهی که کلاس ها رو میذاشتن به نام لیدرشپ کلاساش بود. جاهای مختلف هر وقتی به تناسب حالا داوطلبایی که داشتن جاهای مختلف کلاس میذاشتن. منم خب علاقه‌مند بودم برای اینکه حالا علاوه بر اینکه تو محیط کسب و کار خیلی کمک میکرد، برای اینکه آدم خود واقعی خودشم بشناسه کمک میکرد. خیلی کلاسای با ارزشی بود. اونجا رو شرکت کردم. حالا ولی اگه بخوام حالا یه توضیح بدم شاید در زمینه کسب و کار خودم که تاثیرش رو کسب و کار خودم، یعنی واقعا میتونم بگم که بعد خیلی زیادی این که کاری که ما انجام دادیم و شرایط کار ما اثرگذار بود برای اینکه یه سری اصول بنیادی رو آموزش میداد تو کسب و کار که رعایتش باعث افزایش کارایی سیستم سازمان ها میشه، محیطای کسب و کار میشه. حالا اگر بخواید توضیح بدم باید یه خورده یه وقتی یه رو به 10 دقیقه 20 دقیقه براش بذاریم. نه من فقط اون نکته که فرمودین که الان به علت رعایت اون سیستم‌های بنیادی قیمت محصولات ما بیشتر میشه. من میخوام یه پس این که داره ضرر میزنه به شما. اول اون یعنی میگین که من چون باید مواد نه گفتیم مواد جانبی باید موادی بردارم کالری نداشته باشه. اشتباه دارم میگم؟ اگه هر جایی من اشتباه میگم اصلاح کنید من. و چون میخوام مواد بدون کالری استفاده بکنم قیمت من میره بالاتر، از رقابت میافتیم. این چجوری میشه؟ من ببینید خب این تو هر کاری وقتی شما 2 تا محصول کنار هم دارید تو هر چیزی هست، هر نوع جنسی رو که شما میخواید بخرید این حالت هست، کیفیت ها با هم فرق میکنه، در نتیجه قیمت هم فرق میکنه. یه چیز کاملا طبیعیه. من یادم نمیاد که توی زمینه چی صحبتی کردیم با هم، ولی اون چیزی که مهمه برای ما تو کار رعایت همه الزامات علمی و استانداردهای علمیه و به هر حال ما تعهد کردیم که هر چی که انتخاب میکنیم برای محصولاتمون همونی باشه که واقعا بهترینه برای مصرف کنند. سعی کردیم تا اونجایی که بلدیم اینو رعایت کنیم. در نتیجه خب طبیعتاً جنسی که فرض کنید توی محصول مشابهش، مثلا فرض کنید جنس کالری‌دار رو مصرف میشه، ما مثلا تو همین استویا احتمالاً راجع به این صحبت کردم،
خب اون جنسی که کالری نداره، خب خیلی وقتا شما بدون کالری میخواید انتخاب کنید، خب قیمتش گرونتر در میاد. خیلی هم طبیعیه. مثلا خود همین استویا نسبت به شکر خب طبیعتا چیزتره، گرونتره و مصرف کننده ها خاص خودشو داره. این دیگه یه چیزی که انتخاب مصرف کننده است که خب حالا چی رو انتخاب کنه. ولی مصرف کننده به هوایی میخره که این کالری نداره، ولی در ضمن ممکنه بعضی از محصولات رقبای شما کالری توش، در واقع مواد با کالری توش باشه. ممکنه. من نمیخوام اینو راجع به رقبا صحبتی بکنم اینجا، یعنی اصلا صلاح نیست هیچی. ممکنه از همین مصرف کننده است. مصرف کننده باید شناخت داشته باشه راجع به محصولی که میخواد انتخاب کنه، خصوص محصولات سلامت محور. خب خیلی مهمه که مصرف کننده شناخت داشته باشه. فرض کنید مثلا اگر یه ترکیب استویا هست با فرض کنید یه چون ما استویا رو باید با یه سری پرکننده ها مخلوط کنیم برای اینکه این هم یه مقدار تلخیش گرفته بشه، هم فرمولاسیونش از نظر طعم و مزه خوشمزه تر بشه، هم اینکه سالم باشه بدون کالری در این حال باشه. حالا یکی ممکنه اون پرکننده‌ش اون بدون کالری استفاده نکنه. مصرف کننده است که باید اینو آگاهی داشته باشه، یا ما باید با مصرف کننده آگاهی رو به طور کلی بدیم که ترکیبات بدون کالری چی هن، این چه فرقی داره با ترکیبات با کالری. حالا هم وظیفه ماست که مصرف کننده اطلاعات بدیم، هم مصرف کننده که میخواد بگیره خب یه مقایسه داره. شما هر چی میخواین بخرین همیشه این مقایسه رو دارید که خب این چرا جنسش گرونتره نسبت به اون یکی. یا خب به هر حال مزیتاشو میسنجید بعد میخرید. درست. من الان آقای علی گفتن که لطفا یه راه ارتباطی بدین که بعداً باهاتون تماس بگیرم. من نمیدونم از همین اینستاگرام یا هر راهی که بعداً خواستین بگین که من زیر اون در واقع پستمون بزنم که بعداً اگه دوست داشتن شما سوالی بکنن دوستان بکنن. من هستم، میتونی سوال کنی. اینستاگرام هست. چشم. حالا یه سوالی که الان خیلی از دوستانی که الان ما رو دارن میبینن برنامه رو، همین دوست دارن مثلا بیان تو کارخونه شاغل بشن، حالا یا داروسازن یا شیمیستن یا دانشجوان. راه این که بیان تو صنعت چیه؟ یعنی مثلا اولا چه درسایی باید بخونن، یا اگه شما ماهاشون مصاحبه بکنید که قبلا هم همیشه مصاحبه میکردین، حالا الان نمیدونم بعد شما چی بایستی که بلد باشن؟ مثلا حالا خود ما به فکرمون رسیدیم با آزمایشگاه آدونیس که مثلا یک کلاسای HPLC میذاریم. حالا مثلا تا حالا کلاسای آنلاین بوده، حالا این جمعه نه جمعه بعد قراره کلاس مثلا حضوری هم بذاریم که مثلا بیان افراد باید از نزدیک با دستگاه کار بکنن. حالا این به فکرمون رسید شاید این مثلا اون کارفرما رو بیشتر راغب بکنه که افراد بیان و مثلا بیاد مثلا اون فرد به استخدام در بیاد. چون مثل این قضیه استخدام مثل مرغ و تخم مرغ دیگه، هر وقت میخواد بره کار کنه میگن HPLC برو یاد بگیر، بعد برای اینکه HPLC یاد بگیره بعد بره سر کار. بنابراین این حالا چیزی به فکر ما رسید. شما مثلا چه معیاری رو توی اینکه یه نفر رو بیارین توی تیمتون دارین؟ خب به هر حال هر کاری الزامات خودشه داره. برای هر بستگی داره آدم برای چه کاری نیروش میخواد. وقتی مثلا برای مالی میخواین یه تخصصی میخواین، وقتی برای کار تولید داروسازی میخواین، برای مسائل فنی میخواین، برای هر چیزی تخصصا خودش داره. ولی من خودم شخصا به عنوان کسی که از اول تو صنعت داروسازی بودم و اولی که رفتم تو صنعت نمیدونستم واقعا با چی کار کنم، این درکو دارم نسبت به بچهای جوان جدید که خب تو دانشگاه ما اونجوری آموزش نمیده. یه سری تئوریا رو آموزش میده ولی اونطوری هم نیست که همه چی رو وقتی دانشجو میاد، یعنی یه فارغ التحصیل میاد سر کار همه چی رو بلد باشه و انتظارم نداریم که این بلد باشه. ولی من اون چیزی که برام مهمه اینو سعی میکنم تو کسایی که میان مصاحبه اینو توشون ببینم که آیا توانایی دارن که یه چیزی رو بلد نیستن، اون زمینه‌شو دارن که اون چیزی رو که بلد نیستن برن دنبالش یاد بگیرن. مثلا همین کاری که خود من در ارتباط با HPLC کردم، خب بلد نبودم رفتم مطالعه کردم تونستم یاد بگیرم اونقدر که در حدی که خب شد به صورت یه جزء کوچیکی که برای دیگران هم قابل استفاده بود ما دادیم به دست دیگران. ولی آیا واقعا بچه‌ها این توان رو باید داشته باشن؟ اینو داشته باشن فکر میکنم میتونن همه چیز کنن،
یعنی هر کسی تو هر کاری میتونه موفق باشه. باید یاد و حالا بگیره این که یه چیز ذاتی، الان من چیکار، من به عنوان دانشجوی، حالا کسی که میخوام بیام مصاحبه، حالا به جز اون پارتی که به قول آیدت مهاجر جزء لایحه اجزا یه چیز ممکنه باشه، چیکار بکنم که مثلا بگین مثلا این درس رو بخونم، یا مثلا این زبان رو بخونم، یا مثلا تحقیق رو سعی کنم بیشتر یاد بگیرم؟ یعنی به جز این که مثلا من مادرزاد یه چیزی رو علاقه داشته باشم، دیگه چه کاری به نظرتون میتونم بکنم؟ امیدوارم که بچه‌هایی که اومدن، حالا اونایی که حداقل تو صنعت داروسازی، تو شاخه داروسازی اومدن، امیدوارم که همه رو علاقه اومده باشن. یعنی بچه‌ها به صرف این که مثلا یه رشته‌ای که بعد اون موقع خب میگفتن پزشکی، داروسازی، دندونپزشکی، رشته‌ها تاپ بود که بچه‌ها همه می‌خواستن برن و صرفا به این دلیل نیومده باشن. رو علاقه اگه اومده باشن، الانم واقعا اون چیزی که خود واقعیشون دلشون میخواد و دوست دارن اون رو انتخاب کنن و اون رو برن دنبالش، مطمئنا موفق میشن. یعنی من خیلی معتقد نیستم به اینکه حالا چیزی رو که بچه ها خیلی چیزشون ندارن، علاقهشون ندارن، برن دنبالش. چون وقتی آدم علاقه نداشته باشه کار براش سخته، خستگی آوره. ولی وقتی با علاقه میری، با عشق میری، کار اصلا فرق میکنه. این یه بازی میمونه براتون. میدونی واقعا خسته نمیشی هیچ وقت از این کار. به نظر من یعنی فقط ببینه که واقعا چی دوست داره، ته دل چی دوست، همونی که دوست داره همونو برن دنبالش. مرسی. حالا یه فکر کنم جواب سوال دومم هم شما در واقع دادین که حالا چی کار بکنیم که اینقدر مثل شما خفن بشیم، به جای خوب برسیم آخرش، به جز اون کلاسی که فرمودید خیلی گرونه، به جز اون چه راه دیگه داریم؟ من حالا اون چیزی که توی کلاس‌ها یاد گرفتم، دو تا به نظرم چیز خیلی بنیادی و اساسی توی این کلاس‌ها یاد گرفتم که واقعا سعیم کردم اجرا کنم. من به نظرم این دو تا چیزو اگه واقعا همه رعایت بکنن، هر کاری رو شروع کنن موفق میشن. لزومی هم نداره بچه‌ها انتظار بکشن مثلا تو صنعت برن یا هر جایی برن یه جای استخدام بشن. خودشون یه کاری رو با علاقه هم شروع کنن، این اصول رعایت کنن. این اصول واقعا خودش کارسازه، کارشون رو میندازه، میتونن کارشون موفق بشن. من فکر میکنم همینه. یعنی ما هم واقعا اینا رو رعایت سعی میکنیم تا اونجای تعهد کردیم که اینا رو رعایت کنیم. این دوتا اصلا یکیش اینه که بحث اینتگریتیه و یکی بحث اینه که مسئولیت پذیر بودن در مقابل کار خودمون. یعنی خودمون رو منشأ کاری رو که شروع کردیم بدانیم. بحث اینتگریتی یه بحث خیلی بزرگیه که تو در واقعا به عنوان یه تمام و کامل بودن یه فرد، تعریفش رو بخوایم بکنیم، اینتگریتی به معنی تمامیت یا یک پارچگی، تمام و کامل بودن یه فرده. تمام و کامل بودن یه فرد یعنی که آدم حرفش تمام و کامل باشه. چطوری حرف آدم تمام و کامل میشه؟ وقتی که شما به حرفتون احترام بذارید. چطوری احترام میذارید؟ وقتی که هر قولی که میدید عمل کنید و در زمان خودش هم عمل کنید. و اگر نتونستید یه وقت عمل کنید، اینو اعلام کنید به همه کسایی که به نوعی روی این حرف حساب کردن و اگر براشون مشکلی پیش اومده، این مشکل رو براشون حل کنید. تو اینتگریتی وقتی شما اینتگریتی دارید، هیچ قانونی زیر پا گذاشته نمیشه، همه اصول و استانداردهای موازین علمی رعایت میشه، هیچ قراردادی فسخ نمیشه بی خودی نگردین که خب با دلایل کاملا متقن طرف رو شما راضی کنید. مثلا تمام ذی‌نفع‌ها منافعشون دیده میشه. شما اگر اینطوری کار کنید، یعنی کار اصلا یه جور دیگه براتون نمود پیدا میکنه. کار میشه یه زمین بازی که در واقع وجود توش دارید زندگی میکنید، چون همه چی توش روونه، تکلیفتون معلومه. با کسایی که دارید کار میکنید اینقدر آروم آروم به شما اعتماد پیدا میکنن که همه کاراتون شما به راحتی پیش میره. یعنی مثلا منظورم اینه که اینتگریتی یه چیزی نیست که حالا شما فکر کنید که به معنی آدم خوب و بد بودن و یا مثلا به عنوان یه فضیلت در نظر بگیره، بلکه اینو به عنوان افزایش کارایی تو هر محیطی
باید ما اینو فکر کنیم که واقعا تحقیقات اینطوری نشون داده که تو هر فضایی رعایت اینتگریتی کارایی رو بالا میبره. اصلا بحث خوب و بد بودن نیست. خب و هیچ کم نمیتونه ادعا کنه که تا همیشه 100% اینتگریتی رو همه جا رعایت میکنه. بالاخره هر کسی توی یه سطحی داره کار میکنه، ولی مهم تعهد ما به رعایت اینتگریتیه و در واقع تمام و کامل بودن، تعهد ما به تمام و کامل بودن. اگر بچه ها واقعا اینو به نظر من یه ذره بهش توجه کنن و اینو انتخاب کنن که یه آدم تمام و کامل باشن، به نظر من تو کار به دلیل همین چیزایی که پیش میاد، همین شرایطی که تو کار پیش میاد، یعنی روانی که ایجاد میشه تو کار، این اصلا کارا به خودی خود خوب پیش میره و انرژی بسیار کمی میگیره. چون وقتی شما همه چیتون سر جا خودش باشه، جای خودش، وقت خودش انجام بشه، یه شفافیتی تو کاره که اصلا انرژیتون تو کار نمیگیره. بنابراین وقتی که همه چی متعهد باشید که همه قوانین استاندارد رو رعایت کنید، هیچی برای لاپوشانی نیست که بخواید مثلا انرژیتون رو صرفش کنید. پرسنل وقتی که بدونن که همه چی داره طبق قانون بهشون همه حق و حقوقشون پرداخت میشه، اعتماد میکنن و به شما به عنوان یه عضوی از خانوادهشون نگاه میکنن. میدونی همه اینا هست. البته میگم 100% نمیگم ما تعهدمون به اینه که اینا رو اجرا کنیم و انجام بدیم، ولی نمیگم 100% همه چی رو الان ادعا کنیم که همه چی رو داریم در واقع انجام میدیم، ولی تعهد کردیم که اینطوری عمل کنیم و هر جایی که یادم داره من فوری برمیگردم. یعنی هر جایی که حالا اونجوری که قبلا بار اومدم حالا یه جایی رعایت نمی‌کنم، واقعا اگه ببینم که درست عمل نکردم سعی میکنم که فوری برگردم و مسیر درست انتخاب کنم. این خیلی کمک کرده به ما و فکر میکنم برای جوانان خیلی موثر باشه. یکی دیگه بحث مسئولیت پذیری و خودشو آدم منشأ هر کاری شروع کرده خودشو منشأ بدونه. میدونی وقتی که ما یه کاری شروع میکنیم بالاخره از اول تمام فرصت ها و تهدیداتش رو میبینیم، نقاط امکانات و نقایصش رو میبینیم. وقتی اینا همه رو دیدیم، کاری رو که شروع میکنیم آگاهیم که میخوایم چی کار بکنیم و این مثلا نقصا رو که میبینیم از قبل آمادگی داریم که این نقصا هست. پس چرا کشور ما این چیزا رو داره، این مسائل داره یه سری مسائل هست، ولی من مسئولیت کار خودم پذیرفتم و نقاط ضعفش هم میدونستم از اول. یه راهی براش پیدا میکنم. به قول قدیمی ها یه راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت. بالاخره یه راهی براش پیدا میکنه، آدم حلش میکنه. اینو آدم خودشو مسئول بدونه، یک مقصر دیگران رو مقصر نکنه برای شکستاش. من خودم الان تو این چند ساله خب خیلی جاها کاری رو شروع کردم نتونستم انجامش بدم، ولی اینو دلیل نمیشه که دیگران رو مقصر بدونم. بالاخره نقاط ضعف و قدرت بوده، ولی آگاه بودن به این و انتخاب این که ما با جمعی این جهات و همه این نقاط ضعف و قوت این کار انتخاب کردیم، این باعث میشه یه قدرتی با آدم بده. بخصوص که اگر که تو این کاری که شروع میکنیم حواسمون باشه و تعهد کنیم که منافع و دغدغه‌های همه ذی‌نفع رو در نظر بگیریم، یعنی فقط خودمون نباشیم، یعنی علاوه بر خودمون منافع کسایی که با ما کار میکنن، شرکامون، مشتریامون، حتی کسایی که مثلا تو زمین کاری ما قرار با ما مجوز بدن برای کار، منافع همه رو ببینیم، دغدغه‌های همه رو ببینیم. اگر همه رو ببینیم خب اصلا واقعا قدرتی تو کار پیدا میکنیم که هیچی نمیتونه مانع راهمون بشه. ممنونم. یه خانم به اسم خانم حسینی پرسیدن این مبحث اسمش چیه؟ ما بخوایم سرچ کنیم و مطالعه بکنیم. الان خانم آزیتا حسینی پرسیدن این. فکر میکنم این به عنوان لیدرشپ اگر سرچش کنید رهبری یعنی آره به عنوان لیدرشپ. حالا تو ایران به اسم راهبری معنی شده. حالا بعضی هم فکر میکنن که یه سری گروهایی هستن که تو ایران هم
این کلاس ها رو برگزار میکنن، ولی من دقیقا نمیدونم که کجا. اگر حالا لازم بود خواستم باید پیدا کنم. یا یه سایتی هست به اسم SSRN، آها. اینو برن توش، بالاخره حالا لینکاشون هم به ایران احتمالا میتونم پیدا کنم. آها. ولی انگلیسیه. آره SSRN. فکر کنم که موضوعات کلاساشون چیزاشون و پاورپوینت هاشون اینا به فارسی هم ترجمه شده، فکر میکنم تو سایتشون باشه. آها بسیار. من خواهم خیلی از شما ممنونم. این هم اینتگریتی خودتون نشون دادین که دوباره بعد از این بیماریتون اومدین تو لایو ما، هم نمیم دیگه خیلی چیزا دیگه هم نشون دادین، ولی من واقعا تشکر میکنم که واقعا دعوت ما رو پذیرفتین با اصرار خیلی زیاد، ولی بالاخره موفق شدیم که شما رو با این تو این لایو بیاریم. خیلی خیلی مشتاق بودن، خیلی تشکر کردن که شما اومدین. حالا هم توی چیز هم خصوصی به من گفتن، کسایی که سابقه شما رو داشتن، خاطرات خوبی از شما داشتن. خیلی خیلی تشکر کردم. منم خیلی استفاده کردم، مطمئنم دوستایی هم که میبینن استفاده میکنن و همینطور سعی میکنم که سیو بکنم و بقیه دوستانم بیان استفاده بکنن و بهره مند بشن. از شما خیلی ممنونم. اگه فرمایشی دارین خواهش میکنم. ممنونم. سالم باشید انشالله. من کار خاصی ندارم دیگه، انشالله وقت دوستان بی خودی تلف نکرده باشم، یه براشون مفید بوده باشه. اصلا اینطور نبوده، خیلی هم عالی بود. متشکرم. شبتون هم خوش. ممنونم. اگه کاری باشه من در خدمتتون هستم. چشم. لینک ارتباطتون رو میذارم تو همین زیر پست. متشکرم. شبتون بخیر. ممنونم. قربان شما. متشکرم. لطف کردین. خدا.